با شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی، درود بر شما. درود بر شما آقای فروزنده و درود به تمام بینندگان تلویزیون اندیشه و همیهنان عزیزم در سرتاسر جهان. سپاسگزارم که دعوت منو برای این گفتگو قبول کردید شاهزاده. نکته به نظر من رسیده بعد از مروری که بر مصاحبه های شما در طول 6 ماه اخیر کردم، در این گفتگوها نوعی شرایط تازه رو حتی در تون صدای شما حس میکنم. حس یک ضرورت فوق‌العاده، یک حرکت مهم، یک حرکت مؤثر برای تغییر شرایط در کشورمون و بعد از سالهای بسیار طولانی من میبینم که شما سرمایه گذاری بسیار جدی روی یک نهاد در شروع تأسیسی به نام شورای ملی کردید و این کاملا بی سابقه است. ممکنه خواهش کنم بفرمایید که چه چیزی شما را بر این وامی داره که تا این حد حساس باشید و تا این حد اصرار بورزید بر ضرورت ایجاد یک نهادی که حالا اسمش شورای ملی است؟ با کمال میل. ابتدا بهتون بگم که مسئله پدیدار شدن یک مکانیزمی که بتونه معرف خواستهای اکثریت جامعهمون باشه که به هر حال در تضاد هستند با نظام جمهوری اسلامی مطلب جدیدی نیست. سالهاست که راجع به این مسئله انواع اقسام جریانات سیاسی و گروه‌های مختلف به عناوین این مسئله رو مطرح می‌کردن، به خصوص بسیاری از هم‌میهنانمون که در داخل کشور هستند و از آنجا که طبعاً هیچ ساختاری که بخواد علناً در داخل کشور در مقابله با این نظام قد علم کنه امکانش به هر حال نیست. مسئله بودن یک مکانیزمی که بتونه عهدهدار این وظیفه بشه و در واقع سخن مردم رو و سخن آزادیخواهان رو چه برای مصرف درون کشور و برای هماهنگی و پشتیبانی از نیروهای درون کشور و همچنین برای ارتباط در سطح بین‌المللی با انواع اقسام سازمان‌ها، گروه‌ها، احزاب، دول خارجی و غیره لازم بود، مدت هاست که راجع بهش صحبت بوده یا مطرح می‌شده. آنچه که فکر می‌کنم تاثیرگذار بوده در اهمیت ویژه‌ای که اکنون این مسئله پیدا کرده، به خصوص از زمانی آغاز شد که آخرین تلاشی که برخی از هم‌میهنانمون داشتن، مقصودم آخرین انتخابات ریاست جمهوری نظام کنونی که منجر شد به سرکوب و حصر بسیاری از کسانی که در جنبش معروف به سبز در حال حرکتی را آغاز کرده بودند و از آنجا که به اعتقاد من خواست نهایی هم‌میهنانمون خیلی فراتر از صرفاً به اعتراض گذاشتن نتیجه یک تقلب بوده، بلکه خیلی فراتر از این میره و این رو از خود کسانی که در این جنبش شرکت داشتن بارها و بارها شنیدم. به هر حال مسئله ضرورت تشکیل چنین نهادی رو از هر زمانی بیشتر مطرح میکنه. علل خصوص که همونطور که میدانید جهان اکنون مواجه هست با یک وضعیت بحرانی که طبعاً نظام کنونی ایجاد کرده در منطقه و فراتر از آن که بر ضد مردم خودش انجام میده طبعاً در منطقه این مسئله اهمیت پیدا میکنه. حالا میخواد در ارتباط با پرونده هسته‌ای باشه یا مسئله تروریسم و اصولاً حمایت از گروه‌های رادیکال با دید صدور یک ایدئولوژی مذهبی، به هر حال دنیا رو با خودش عملاً به نوعی داره درگیر میکنه. از آنجا که من همیشه اعتقاد داشتم که به هر حال یک روزی صدای این هم‌میهنانمون بایستی به گوش جهانیان برسه و گزینه‌ای در صحنه سیاسی کشورمون وجود داشته باشه که از یک سو برای هم‌میهنانمون یک بدیلی باشه به وضعیت کنونی، یک آلترناتیوی در مقابل این حکومت، و از طرف دیگر از آنجایی که تمام تلاش من این هستش که ضمناً جلوگیری بشه از سناریوهای بسیار وخیم‌تر مانند احتمالاً یک حمله نظامی به کشورمون یا خیلی مسائل وخیم دیگر، گزینه دیگری رو در صحنه داشته باشیم که جهانیان بدونن که وسیله‌ای هست که از طریق اون بتوانن
حمایت بکنن از هم میهنانمون در رسیدن به خواستهاشون و با بودن چنین گزینه‌ای به دنبال و یا به فکر سناریوهای دیگر کمتر باشن. از این لحاظ اهمیت این مسئله بسیار مهم هست، به خصوص که فاکتور زمانی را هم بایستی در نظر گرفت که برخلاف گذشته که شاید خیلی ها احساس می‌کردن که فرصت همچنان هست، اما من اعتقاد ندارم که فرصت همچنان موجود باشه و دریچه زمانی بسیار کلیدی الان در پیش پای ما هستش که بایستی به هر طریقی که هست بهترین استفاده از این فرصت استثنایی رو همگان بکنیم برای رسیدن به اهدافمون. شما اخیراً دیدارهایی داشتید در اروپا، دیدار داشتید با رئیس پارلمان اروپا، دیدار داشتید با قوه قانونگذاری در انگلستان. چی حس میکنید؟ من میدونم ممکنه بعضی از اطلاعاتتون رو نتونید مطرح بفرمایید، ولی چه چیزی شما رو وادار میکنه تا این حد حساسیت زمان رو متذکر بشید؟ ما چرا زمان زیادی در اختیار نداریم؟ میتونید این توضیح بفرمایید؟ بله، البته متقابلا و خوشبختم این رو به همیهنانم در میون بگذارم که برخلاف گذشته که بیشتر دول خارجی به خصوص دول غربی همچنان مصر بودند که از طریق مذاکره و یا راهی پیدا کردن برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب‌نشینی از مواضع خودش، مقدار زیادی زمان از دست رفت و فرصت‌هایی تلف شد. اما به خصوص به خاطری که فکر کنم خیلی از همین دول خارجی میدانند که در نبود بدیل دیگری و در جایی که از نظر دیپلماسی تلاش‌ها به نتیجه نرسیده و به هر حال این نظام عقب نشینی نکرده و نخواهد کرد و گزینه برخورد نظامی ممکن یکی از احتمالات قوی‌تر بشه در مدت زمان نچندان دور و از جایی که اکثریت نمیخواهند، همچنان که خود ما نمیخواهیم که کار به جای باریک بکشه، توجهشون به اهمیت این مسئله متقابلا بیشتر شده و شاید برای بار اولی است در این 32 سالی که من در صحنه سیاسی به هر حال مسئله ایران و اپوزیسیون ایران بودم، شاید بار اولی است که میبینم که خود این مقامات متوجه ضرورت امر شدن و با این برخورد که اکنون زمان آن رسیده که نمایندگان کشورهای مختلف، دول مختلف، به هر حال پارلمان اروپایی که چیز شوخی برداری نیست، لازم هستش که یک دیالوگ مستقیم و یک رابطه رسمی با نیروهای معرف اپوزیسیون ملی و سکولار ایران هم داشته باشند و فقط ارتباطشون با ایران محدود به جمهوری اسلامی و نمایندگان این نظام نباشه. و به نظر من یک تحول بسیار مهم و جالبی است که قدر مسلم وقت پیکار نیروهای آزادیخواه رو خیلی چندان بیشتر کرده و توجه به این مسئله روز به روز داره بیشتر میشه و حاصل این دیدارها و گفتگوهایی که داشتم دقیقاً نشون میده که این بار فهمیدن که به هر حال بیشتر از این اتفاق وقت کردن با جمهوری اسلامی فایده‌ای نداره و لازم هستش که یک سیاست دیگری رو اتخاذ بکنه. شاهزاده، این شورای ملی پس از تشکیل وظیفش چیه؟ یعنی شما چه انتظاری دارید؟ مردم چه انتظاری باید از این شورای ملی داشته باشن؟ ببینید، همونطوری که در فراخوان این جنبش آمده که کاملا هدف رو بر مبنای یک خواست بسیار به حق یک مردم یک کشور در تعیین سرنوشت خودشون به مفهوم حق برگزاری انتخابات آزاد در کشورمون داشته باشیم، با این نیت و با این هدف خود من از این حمایش پشتیبانی کردم که فراتر از باورهایی که در اونجا مندرج هست که همگی ما به آنها کاملا متعهد هستیم و در واقع یک پیمانی است که با همیهنانمون میبندیم در به وقوع پیوستن این خواسته ها و آرزوها، هدف و تنها وظیفه این شورا در این مرحله از پیکار رساندن کار تا اون زمانی است که شرایط برگزاری انتخابات آزاد در کشورمون برقرار بشود. تنها رسالت این شورا و کسانی که از این طریق در این حمایت شرکت دارند فقط این هست. در اصل میخوام بگم که وظیفه این شورا فراتر از این مرحله نمی رود که به محض که رسیدیم به اون شرایط طبیعتاً همیهنانمون خواهند توانست نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنن
به یک مجلس مؤسسانی معرفی کنند که وظیفه آن مجلس هستش که بسیاری از مسائلی که در پیش خواهد بود مانند تدوین قانون اساسی نوین و به بحث گذاشتن شکل نهایی نظام و انواع اقسام مسائل رو در نظر بگیرند که از حیطه و رسالت این شورا کاملا خارج هست. تنها کمپینی که در حال حاضر مطرح هست چه برای هممیهنانمون در داخل کشور و در سرتاسر جهان نمایندگی و حمایت از خواست هممیهنانمون در داخل کشور هست در رسیدن به این شرایط و گرفتن هر نوع حمایت سیاسی از کشورهای مختلف در حمایت از این هدف. حال کاملا مشخص است که دو امکان بیشتر در مقابل ما نیست. یا نظام جمهوری اسلامی داوطلبانه صحنه قدرت رو ترک میکنه و اجازه میده که چنین شرایطی در مملکت فراهم بشه که احتمال این اتفاق بسیار بسیار ناچیز هست و طبعا این نظام چنین کاری رو نخواهد کرد که در اون صورت چاره چیست؟ آن موقعی است که به جهانیان میگوییم که به غیر از این راه دیگری نیست که شما حمایت بکنید از یک حمایش مردمی تا مردم بتوانند این نظام رو سرنگون بکنن و در فردای این نظام به چنین شرایط سیاسی برسیم که در اونجا بتوان آزادانه انتخابات انجام داد و به هر حال حاکمیت مردم به مردم ایران برگردد. اشاره‌ای که به انتخابات آزاد می‌کنید شاید بر بستر استراتژی مبارزه شماست یا که به دور از خشونته، یعنی بسترسازی در جامعه به طوری بشود که ما به انتخابات آزاد برسیم. اما این انتخابات آزاد امروز یه سکه‌ای شده که همه هم به کارش میبرن. آقای خامنه‌ای که معتقد 34 انتخابات آزاد در ایران کرده، دیگران آقای خاتمی و دار و دسته ایشون تقاضای انتخابات آزاد میکنن. جناب عالی هم در خارج از کشور تقاضای انتخابات آزاد میکنید. انتخابات آزاد شما با این آقایون چه تفاوتی داره؟ خیلی تفاوت داره. ببینید، اولا من به هیچ عنوانی اسم آنچه که میگویند انتخابات هست که نیست به مفهوم اخص دموکراتیک بودنش هرگز در کشور ما نبوده. رژیم هرچی میخواد میتونه ادعا بکنه. علل خصوص که کسی نیست که معرف این نظام باشه که خارج از چارچوب قوانین همین نظام و زیر سال بردن این نظام بتونه حرفی بزنه یا بخواد بزنه یا اصلا اعتقاد داشته باشه. در صورتی که آنچه که ما اسمش رو میذاریم انتخابات آزاد تعریف شده است، اون هم مسئله سلیقه‌ای نیست و همونطور که میدانید آنچه که در همین فراخوان آمده کاملا اشاره کرده که ما میخوایم برسیم به شرایطی که به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برسیم با پیروی از ماده 21 بیانیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه 154 نشست شورای بین المجالس که طبیعتا نهایتا هم میتونه همراه باشه با نظارت بی‌طرفانه نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان ملل به طور مثال. هرگز چنین وضعیتی یا شرایطی یا زمینه‌ای رو این نظام نه بهش باور داشته نه فراهم کرده. حداقلش به مفهوم آزادی احزاب، مطبوعات و نبودن هیچ نوع زندانی سیاسی که همطور که میدانید لازم نیست من بهتون بگم، همه خوب میدانن. بنابراین تفاوت فاحشی هست. اما خواست برگزاری انتخابات آزاد در واقع حق مسلم یک ملتی است، حق هر شهروند هر کشوری است که در دست پیدا کردن به حق حاکمیتش و برگزاری انتخابات آزاد بتونه به همچین وضعیتی برسه که این رژیم هرگز تا به حال این شرایط رو فراهم نکرده و به همین دلیل هستش که مخالفت با رژیم رو این اصل می‌بینیم که حتی اگر از طریق دموکراتیک بخوایم تغییراتی ایجاد بدیم این نظام جواب نمیده و خیلی از نیروهای اصلاح طلب که سالهاست این تلاش رو کردن، حالا اونهایی که ممکنه با این باور بوده باشن که در قالب همین نظام میتوان به نتایج رسید، یا آنهایی که امروز بسیارشون متوجه شدن که این کار بیفایده است و تا زمانی که چنان نظامی سر کار هست هرگز نمیشه به اون شرایط رسید که حق مردم و رأی مردم بهش احترام گذاشته بشه، چاره دیگری رو بایستی در نظر گرفت. بنابراین فکر کنم که اگر هممیهنانمون به دقت آنچه که در این فراخوان آمده و دقیقاً توضیح میده که مفهوم و منظور از انتخابات آزاد چیست، کاملا متوجه خواهد شد که آنچه که ما میگوییم کاملا فرق داره با آنچه که نظام حالا به عنوان یک شعار یا به عنوان یک برنامه ارائه میده. تفاوت فاحشی هست بین این دو. شاهزاده رضا پهلوی، شما این رو روشن کردید برای همه کسانی که میخوان همراه شما باشند یا با این شورا باشند و با این نهاد باشند یا در هر نهادی که شرکت بکنید.
شما طرفدار مبارزه بدور از خشونت هستید. ممکنه در این باره توضیح بدید؟ در کشوری مثل ایران که تا بن دندان حاکمیت مسلح است و از طریق ایجاد اختناق و ترساندن مردم حاکمه، چطور ممکنه که ما بدور از خشونت بتوانیم به پیروزی برسیم؟ ببینید توضیحات مفصلی میتونم بدم. من سعی می‌کنم خیلی مختصر این مسئله رو با شما مطرح بکنم. ابتدا من هیچ فرایندی که بر مبنای خشونت پایه‌ریزی بشه ندیدم که نتیجهش نتیجه دموکراتیک باشه و به هر حال زمینه خشونت دور باطل انتقامجویی رو از بین نمیبره. هدف از یک حرکتی که بر مبنای نافرمانی مدنی به دور از خشونت هست فقط این نیست که راهی است برای رسیدن به همون منظور ولی با اجتناب از خشونت. و خیلی از جریانات متعددی که در کشورهای مختلف دیدیم که بر این مبنا پیش رفته مواجه بودن. فرض بفرمایید نمونهش رو در هند دیدیم، در افریقای جنوبی دیدیم، در خیلی از کشورهای بلوک شرق آن زمان مثل لهستان، مثل مجارستان، مثل چکسلواکی و خیلی از کشورهای دیگر این نوع نمودارها رو دیدیم. اما اجازه بدید برای که همیهنان بیشتر متوجه منظورم بشن این رو بگویم. یکی این که و این ایرادی است که اصولاً به خیلی از دول خارجی و به خصوص غربی داشتم این بود که اگر در نظر بگیرید سیاستشون رو در ارتباط با فرض بفرمایید تحریم ها، متوجه باید باشیم که هدف از فشار آوردن رو نظام این نبود که نهایتاً با هدف تغییر نظام این سیاست رو دنبال بکنن، بلکه تاکنون هدف این بود که با این فشارها سعی بکنن که رفتار نظام تغییر پیدا بکنه. بنابراین وقتی شما خودتون رو بذارین جای بسیاری از هممیهنانمون که دستشون به اصطلاح به هیچ جا بند نیست، چطور میتوانن انتظار داشته باشن همطور که خود شما اشاره کردید در یک نظامی که کوچکترین ابایی از سرکوب نداره بدون یک پشتیبانی واقعی کسی بتواند حتی اگه بخواهد کاری انجام بدهد؟ در صورتی که اگر جهانیان این انتخاب رو بکنن که این بار بیان و از نیروهای مردم ایران حمایت واقعی بکنن که فقط بسنده نشه به یک فشار از برون بلکه فشار رو از درون، اون هم با تقویت مردم و تمام کنشگران فعال جامعه کشورمون، حالا چه سیاسی چه مدنی، به صورت واقعی انجام بده، اون موقع است که واقعا کفه ترازو به سمت مردم سنگینی خواهد کرد. اما یک دلیل بسیار مهم دیگری هست که من شدیداً اعتقاد دارم به اصل عدم خشونت و آنم برخوردی است که نهایتاً جامعه اگر راه دیگری رو جستجو بکنه پیدا خواهد کرد با نیروهایی که در واقع نیروهای انتظامی همین رژیم هستند. فراموش نکنیم که بسیاری از هممیهنانمون که در حال حاضر به نوعی در این نظام بودن و یا حتی گیر کردن، علل خصوص نیروهای انتظامی، به خصوص نیروهای مانند سپاه پاسداران و بسیج مورد نظر من هست. بایستی دو فاکتور کلیدی رو در نظر بگیریم که چگونه میتوان حداقل مقاومت ممکن رو در مقابل خودمون در این پیکار اجاره به نظام ببینیم. این نظام رو چی میخواد حساب بکنه برای حفظ خودش؟ به غیر از یک مقدار زیادی سرکوبی که تا به حال انجام داده، ولی توسط کدوم نیروها این سرکوب قراره انجام بشه؟ اگر این نیروها بدانند که در فردای ایران، در ماورای نظام آیندهشون تأمین هست، کسی دنبال انتقام بر علیهشون نیست، هممیهنانمون بدونن که بایستی با آغوش باز آنهایی که میخوان از نظام بکنن و به جرگه مردم برگردن واقعا میتونن به این آینده برسن و وسط زمین و هوا به اصطلاح گیر نکردن. مهم هست بنابراین که در راستای این فعالیت‌ها هرگز فراموش نکنیم که مسئله خشونت یک مسئله کلیدی است و اجتناب از خشونت و به طور کلی محکوم کردن هر نوع انتقام‌جویی، دعوت به آشتی ملی، دعوت به عفو عمومی، لغو حکم اعدام و هر نوع شکنجه و این گونه اصول که همطور که دیده‌اید در این فراخوان هم اومده، مسئله است که کاملا شرایط رو تغییر خواهد داد. البته هنوز هممیهنانمون شاید علائم این جهش رو نمی‌بینن چون تا به حال نبوده، چون تا به حال فقط مقاومت رو از جانب خودشون انجام دادن بدون کوچکترین حمایتی از هر جایی. اما اگه این قضیه
تفاوت پیدا بشه درش، اگه سیاست جهانی تغییر موضع اساسی در این مورد بده، فکر میکنم بسیاری از این مسائل تغییر پیدا خواهد کرد و امکان این تغییر را از یک سو برای هم‌میهنانمون فراهم خواهد کرد و از سوی دیگر اجازه خواهد داد که بسیاری از عواملی که میخوان به نوعی از این نظام خروج بکنن و مطمئن باشن که آینده‌ای در پیش است که میتونن جزئی از اون آینده باشن، فکر میکنم عوامل که رژیم فکر میکنه میتونه روشون حساب بکنه هر روز کمتر و کمتر خواهند بود و در واقع به حداقل خواهد رسید مقاومتی که رژیم سعی خواهد کرد که در مقابل این جنبش مردم باز با تکیه بر سرکوب و خشونت سعی بکنه که جلوی این کار رو بگیره، ولی یا با ارعاب و با ترس مردم رو از این کار وابداره. به هر حال این یک گزینه است در مقابل خیلی گزینه‌های دیگر، ولی به نظر من هدفی است که همچنان کمترین هزینه ممکن رو برای ما خواهد داشت تا هر گزینه یا آلترناتیو دیگه. شاهزاده، همونطور که مستظر هستید، بنده یک طرفدار استقرار نظام جمهوری در کشورم هستم و این چندمین گفتگویی است که در خدمت شما هستم. البته از سوی جمهوری خواهان متهم میشم به اینکه در خدمت جناح مقابل قرار گرفتم و از جانب مشروطه خواهان این اتهام به هم زده میشه که عامل نفوذی جمهوری خواهان در میان مشروطه خواهان هستم. اینا اصلا اهمیت نداره. من فکر میکنم که همکاری که بین من و نادر درمانی پایه‌گذار این تلویزیون که مشروطه خواه مسلمه است، نمونه وضعیتی است که در ایران آینده باید باشه و ادامه پیدا بکنه، وسعت پیدا بکنه و در جناح‌های مختلف فکری بتونن کنار همدیگه به کشورمون خدمت بکنن. این سوال از شما از این نظر میکنم که من جمهوری خواه آرمانم رو شما محترم میدونید، دوستانتون محترم میدونن، با هم کار میکنیم، ولی این از این مرحله که بگذریم، ببینید خمینی، قصدم جسارت نیست، قصدم طرح یک سوال، در سال 1357 گفت همه با من بیایید به همه چیز خواهید رسید، حتی به مارکسیستا، به هر کسی که رسید وعده داد، در واقع گفت همه با هم، اما همه با همش همه با من بود. شاهزاده، من چه تضمینی باید داشته باشم که همه با هم شما همه با من نیست؟ من میتونم اطمینان کنم و بیام به دنبال شما، همدست باشیم در راه آزادی ایران. بسیار سوال به جایی است که میکنید. ببینید، اولا که خمینی بود، منم شما و آنچه که باعث میشه که یک انسانی نسبت به فردی یا گروهی یا سازمانی یا برنامه‌ای به هر حال قضاوت بکنه که آیا چنین چیزی مورد اعتماد هست، به نظر من در درجه اول شفافیت نه تنها در بیان بلکه در عمل هست. من هیچ وقت اعتقاد نداشتم که هیچ چیزی بغیر از خود این مردم ضمانت اجرایی هر برنامه یا طرحی رو میتونن باید داشته باشن و به دست نامری دیگری نیست که بخواد پیش بره. بنابراین فلسفه اساسی که در این کار نیست، لااقل من بهش متعهد هستم، این هستش که آنچه که میخوایم بهش برسیم حقانیت صندوق رای هستش، حاکمیت صندوق رای هستش. من دارای هر اندیشه باشم یا هر رأیی که داشته باشم یا شما به سهم خودتون یا هر هم وطن دیگرمون، در حال حاضر موجود نیست این حق. نه من، نه شما، نه هیچ کسی امروز نمیتوانیم آزادانه حرفی رو بزنیم، بیانی رو داشته باشیم، عقیده رو مطرح کنیم در تضاد یا همراه با هر چیزی، و به خاطر همین هستش که این خفقان و عدم آزادی سیاسی موجود هست. هیچ کدوم ما در موقعیتی نیستیم که بخوایم برای مردم چیزی رو تحمیل بکنیم یا نظری رو بخوایم به قول معروف به کرسی بنشانیم، بلکه میگوییم امروز و اکنون در مرحله‌ای که یک هدف ملی و یک برنامه‌ای که بتونه تمام جریاناتی که از نظر یک اعتقاد به دموکراسی و حقوق بشر و نیروهایی که باورمند هستند که بدیلی به این نظام مذهبی بایستی یک نظام سکولار دموکراتیک پارلمانی باشه، نهایتاً چه چپ باشیم، چه راست باشیم، چه مشروطه خواه، چه جمهوری خواه، به هر حال بایستی رسیدن به یک هدف مشترک باشه و اون هم همین چیزی است که کاملا بیانگرش این شورا و این منشور هست، یعنی رسیدن به اون حقی که اگر بنده شما تا اون روزی که صندوق رای در مملکت ما نیست
امروز هم قطار هستیم، در اون روز ممکنه رأیمون از یکدیگر متفاوت باشه و مثل هر فرایند دموکراتیکی نهایتاً تابع رأی اکثریت خواهیم بود. مهم برای من این هست که امروز حق هیچ ایرانی، هیچ شهروند ایرانی از هر طیف و گروه و تیره و قوم و مذهبی که باشه زیر پا گذاشته نشه و تنها راهی که بتوانیم به این آینده مشترکاً برسیم در این مرحله همکاری کامل هست. ولی قضاوت و تصمیم نهایی همانا به عهده خود همون مردم هست. وظیفه و رسالتی که همگی ما که برای آزادی کشورمون مبارزه میکنیم به غیر از این نمیتونه باشه که اون شرایط رو برای همیهنانمون فراهم بکنیم. در اون زمان هر کسی آزاده که رأی خودش رو به آنچه که بهش باور داره بده. ولی امروز این نوع بحث‌ها، این نوع درگیری‌ها، این نوع رقابت‌ها در زمانی که چنین شرایطی در کشور ما نیست بی‌معناست و بی‌فایده. برای همین میگم که مبنای این کار اصلا ارتباطی به تعلقات ایدئولوژیک این یا آن ندارد. کما اینکه در عمل بسیاری از هممیهنانی که در این مدت زمان از نزدیک با خود من کار کردن همه جور فکر و نظر و عقیده در میانشون هست و این نمودار خوبی است از آنچه که در آینده کشور میتونیم داشته باشیم. مسئله نیست که بخوایم کار رو به نفع این یا آن گروه یا این حزب یا آن حزب یا این آلترناتیو سیاسی یا شکل نظام برسونیم، چون وظیفه ما اکنون این نیست. بنابراین تنها جایی که هممیهنانمون در عمل میتوانند باورمند بشن که ما متحد هستیم، فراتر از باورهامون متحد هستیم به این هدف، در عمل و در رفتار و عملکردمون تشخیص خواهند داد. به غیر از این من چیز دیگری نمیتونم بگم، به غیر از این که من شخصا این تعهد رو به هممیهنانم میکنم و دادم. منتها همطور که گفتم ضمانت اجراییش برمیگرده به خود هممیهنانمون. در اینجاست که عدول از این وظیفه ملی برای هر کدوم از ما به عنوان ایرانی، چه در داخل چه در خارج از کشور، به نوعی فراهم کردن فرصت برای آنهایی است که میخوان از این قضیه استفاده بکنن، فرصت طلبی بکنن و بار دیگر مسیر یک هدف دموکراتیک رو منحرف بکنن جهت منافع خاص خودشون. من به سهم خودم همیشه کوشا بودم که از این کار جلوگیری بشه. مثل هر کسی دیگری بهتون خواهم گفت این کار رو تنهایی نمیتونیم انجام بدیم. برای همین هستش که همگی بایستی دست در دست همدیگر بدهیم برای رسیدن به این هدف. شاهزاده، در دقایق محدودی که در پیش روی داریم من 3 سوال دارم، میخوام این 3 سوال رو بکنم و شما استدام این است که به طور اختصار پاسخ بفرمایید که وقت برسه به هر 3 سوال. به نظر میرسه اهمال پرزیدنت اوباما در سال 1388 در حمایت از جنبش سبز ایران در یک نگاه دراز مدت به ضرر مردم ایران هم نبوده. بنابراین اگر منظور من اینه که اگر در 1388 به هر حال حمایت ایشون مؤثر بود و انتخابات در جهت مطلوبش میرفت، قرار بود ما به دوران طلایی امام برگردیم. ولی امروز بعد از چند سال نشون داده میشه که حتی هیچ راهی برای بازگشت به دوران طلایی امام نیست. نظر شما چی؟ کاملا مشخصه که همونطوری که وقتی که جنبش 18 تیر شکل گرفت در مقابل وعده هایی که آقای خاتمی به کسانی که بهش رأی داده بودند و در اصل آنها را غافل گذاشت و نهایتا یه نوع خیانتی به نسل اون زمان کرد، همچنین جنبش اسلام متوجه شد که خواست اصلیشون اگر واقعا در جهت اون رهایی از این محدودیت ها بوده، استفاده از این لغات باعث شد که دلسرد بشن و به هر حال باز بگن که این همون آش و همون کاسه است، در صورتی که کاملا واقع هستیم به این که حتی باز تاکید میکنم بسیاری از نیروهایی که به اصطلاح جزو جریانات اصلاح طلب بودند، اصلاح طلب به مفهوم هدف اصلاح این نظام در چارچوب همین نظام و قوانینش، بسیاری امروز و اکنون اعتراف میکنن که راه کجی رو رفتن، وقت رو از دست دادن، فایده‌ای نداره، ولی شاید لازم بود که این تجربه رو به شکل عملی میکردن. در حال حاضر که با شما صحبت میکنم باید بهتون بگم که هستن تعدادی از کسانی که در حال حاضر حتی نمایندگان کنونی این مجلس هستند که البته به شکل مستعار امضا کننده این سند بودن و حامی این برنامه، و فکر کنم که امروز شرایطی فراهم هستش که خیلی از جریاناتی که تا کنون به اصطلاح در جرگه اصلاح طلبات بودن میتونن ملحق بشن
و آنهایی که مثل ما از روز اول اعتقاد داشتیم که تنها راه رهایی ایران از این بنبست رسیدن به یک نظامی است که در آن یک مبنای سکولاریسم و دموکراسی پارلمانی باشه، چیزی که این نظام نیست. و خوشحالم بهتون بگم که امروز این زمینه ها داره بیشتر و بیشتر فراهم میشه. شاهزاده رضا پهلوی، عده‌ای از ارتدوکس های ملیگرا و چپ ها در تغییرات پیش روی ایران دو عامل رو میبینند. یکی حاکمیت و یکی مردم در داخل کشور، مردم در خارج از کشور. و یکی از اتهاماتی که به عده دیگری میزنند این است که اینها عامل سومی را وارد میکنند که این تغییرات میتواند از کمک خارجی ها هم برخوردار باشه، از کمک کشورهای بزرگ و کشورهای دموکراتیک هم برخوردار باشه. شما چی فکر میکنید؟ آیا واقعا در جهان امروز میشود این رابطه دو طرفه فقط وجود داشته باشه برای ایجاد تغییر در یک کشوری مثل ایران، یا حمایت کشورهای بزرگ رو ما از حرکت‌های مردمی در داخل کشور و خارج کشور نیاز داریم؟ مسلمه که نیاز داریم. ببینید خیلی از جنبش‌هایی که بر مبنای نافرمانی مدنی بوده الزاماً به موفقیت نرسیدن. نه که هدفشون غلط بود، ولی به موقع حمایت لازم ازشون نشد. ولی خیلی جنبش‌های نافرمانی مدنی بودند که سرانجام موفق شدند، چون به هر حال به نوعی دارای حمایتی از جانب کشورهای دیگر بودند. همطور که بهتون گفتم جنبش لخبالسا با سالیداریتی در لهستان به عنوان مثال، یا خیلی جنبش‌های دیگر و حتی فرایندی که در افریقای جنوبی بود، تشویق در جهت رفع مشکلات بود و حمایت از اون خواسته. به همین دلیل هستش که من در گفتار خودم، حالا چه با رئیس پارلمان اروپا، چه با نمایندگان مجلس انگلیس و خیلی های دیگر، حالا چه در بخش مجریه یا در بخش به اصطلاح قانونگذاریش، تاکید بر این بود که هرگز من این انتظار رو ندارم که در بیان سیاست خارجیشون دول خارجی هدف رو قرار بدن به تغییر نظام در ایران، بلکه آنچه که ازشون میخوام دفاع و حمایت از حق مردم ایران در برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین سرنوشت خودشون هست. یعنی در عمل آنچه که ما از جهان میخوایم پشتیبانی از حق مسلم ملتی است که دستش به هیچ جا بر نیست و به تنهایی نخواهد تونست، به خصوص وقتی که مقابله میکنه با این نظام چنین سرکوبگر، بتونه این کار رو به تنهایی بکنه. بنابراین دور از عقل و دور از منطق هست که انتظار داشته باشیم که این کار رو به تنهایی میتونیم انجام بدیم بدون هیچ نوع حمایتی. آنچه که مهم هست این هستش که سرنوشت ایران رو فقط و فقط مردم ایران تعیین خواهند کرد و هیچ کشوری حق نداره در این مسئله دخالتی داشته باشه. اما اگر از اساس دموکراسی و حق آزادی مردم یک کشوری حمایت میکنن، اکنون زمان اون رسیده که فراتر از بیان در عمل این حمایت رو نشون بدن و این چیزی است که فکر کنم تغییر واضحی است که از جهانیان انتظار داریم که در این راستا و در این پیکار مردم ایران رو تنها نگذارن. شاهزاده، با عنوان آخرین پرسش، میدونید روزهای 25م، 26م و 27م همین ماه ژانویه، یعنی پایان این هفته، در واقع به جمع‌آوری کمک‌های مالی مردم، همیاری مردم خواهیم پرداخت در شبکه جهانی اندیشه برای کمک به تأمین هزینه‌های برگزاری کنگره ملی که منجر به تشکیل شورای ملی خواهد شد. شما اصرار دارید بر این کار، اصرار دارید بر مشارکت مردم، اصرار دارید که این شورا هزینه‌هاش باید شفاف باشه، روشن باشه، از کجا میاد، چقدر درش هزینه میشه، بیلان‌ها در اختیار مردم در سایت فراخوان ملی گذاشته بشه، متذکر بشن که چه منابعی چه کمک‌هایی رو کردن. از مردم چه انتظاری دارید در این مرحله؟ توصیه‌تون چیه؟ راهنمودتون چیه که برای اینکه واقعا این کار به درستی انجام بشه تا چه حد به حضور مردم در این فاندریزینگ، در این جمع‌آوری همیاری شما اهمیت میدید؟ ببینید، هم شرطی که خود من داشتم با خیلی از این دوستانمون، خارج از تاکید به اهمیت محتوای این فراخوان و دلیل اینکه من پشتیبانی خودم رو از این فراخوان نشون دادم و حامی این برنامه هستم، این هستش که در میان گزینه‌ها نمیتوانم بی تفاوت باشم. این برنامه رو من شخصا بهش اعتقاد دارم، باورش دارم، به همین دلیل هستش که حمایتش میکنم و خوشحالم که امروز بسیاری از همیهنانمون، به خصوص تعدادی از رسانه‌ها من جمله
صد البته تلویزیون اندیشه و با همت آقای دورمانی لطف کردن که در این راستا بتونن به سهم خودشون کمکی بکنن برای تهیه امکانات مالی برای برنامه‌هایی که این شورا دارد و خواهد داشت. اما خب تاکید کاملا مشخصه، اگر این شورا ملی است، یعنی بر پایه مردم ریخته شده، فقط میتونه متکی به نیروها و امکانات اون مردم باشه. و من این مسئله رو کاملا اکیداً گفتم که به هیچ عنوانی هیچ کمکی از کشور خارجی یا دولت خارجی یا دستگاه اطلاعاتی امنیتی دیگری قبول نخواهیم کرد و فقط متکی هستیم به همت هم‌میهنان که پشتیبان این برنامه هستند. چرا این رو میگویم؟ برای اینکه هم‌میهنان هم حق دارند با اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاده شک داشته باشن نسبت به هویت و حقانیت در ارتباط با یک برنامه. مسئله شفافیت برای ما یه امر کلیدی است و برای همین هر کاری که این شورا خواهد کرد کاملا شفاف بیان خواهد شد، از کوچکترین یارانه‌ای که جمع میشه و پروژه‌هایی که در اختیار خواهد داشت و بدین صورت است که میتوان جلب اطمینان و اعتماد هم‌میهنانمون رو بکنیم در پیشبرد این اهداف. و به همین دلیل هستش که من بار دیگر از این فرصت استفاده میکنم و از هم‌میهنانم کاملا مخلصانه این درخواست رو دارم که این رو از آن خودتان بدانید، این برنامه برای شماست، به خاطر شماست و ضریب اجراییش نهایتاً به گردن همگی شما هم‌میهنان هم هست و بنابراین بیش از این نه وعده‌ای نه چیزی هست، ولی اعتقاد و این باور که این هم گزینه‌ای است که میتواند مثمر ثمر باشد و تصمیم هم‌میهنانمون نهایتاً در این راستا امکان و موفقیت این کار رو و یا عدم موفقیتش رو مستقیما بنا به اینکه آیا حمایت خواهند کرد یا نخواهند کرد در بر خواهد داشت. این هم به صورت خیلی واضح و شفاف بیان میکنم و امیدوارم که هم‌میهنانم اهمیت این مسئله رو کاملا درک کرده باشند که مطمئنم خواهند کرد. به امید اینکه در مردم هموطنان ما از برنامه جمع‌آوری حمایت‌های مالی استقبال بکنند، نشان بدن که با این حرکت همراه هستند و شبکه جهانی اندیشه هم با شما خواهد بود. به امید گفتگوهای بعدی در هفته‌های بعد با جناب علی. سپاس از شما، درود به هم‌میهنان. سپاسگزارم، متشکرم. بدون اینکه من خواسته باشم